غسل روز جمعه. در صحیح بخاری حدیث شماره 858 و صحیح مسلم حدیث شماره 846 ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند غسل روز جمعه بر هر مرد بالغ و عاقلی واجب است. و در صحیح بخاری حدیث شماره 902 و صحیح مسلم حدیث شماره 847 ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مردم روزهای جمعه پشت سر هم از منازل خود و دهات اطراف مدینه با لباس و سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به نماز جمعه می آمدند و عرق از بدنشان جاری می شد. یکی از آنان به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در منزل من بودند آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چقدر خوب بود اگر شما برای چنین روزی خود را تمیز می نمودید و غسل می کردید.